سرخط مهمترین خبرها. کم انصاف کنید. واکنش‌ها به لیمیت برق در تاجیکستان. مقامات روسیه بیش از 43,000 پتنت مهاجران را بکار کردند. و تاجیکستان در المپیاد جهانی شاهمات مردان 63م، زنان 70م. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم می‌کنیم. امروز 25 سپتامبر است. ساکنان با جاری نمودن محدودیت نیروی برقی امسال نسبت به سال گذشته بروقت‌تر آغاز شد، واکنش‌های گوناگون کردند. شروع از 22 سپتامبر لیمیت برق در تاجیکستان رسما جاری گردید، ولی مسئولین برق تاجیک شرح ندادند که مردم را در شبانه روز چند ساعت با برق تامین خواهند کرد یا درباره رجای محدودیت برق چیزی دقیقی نگفتند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از محدودیت برق گفتند شبانه روز حدود 15 تا 17 ساعت برقشان را قطع می‌کنند. کاربر با نام فرزانه در فیسبوک نوشته است که از ساعت 8:30 تا 18 بیگاه و از 22 شب تا 6 صبح برق ندارند. برق نیست، کمی انصاف کنید. آدمان به کار و کودکان بر وقت به مکتب می‌روند. یک کارشان را کنند آخر، تاکید نموده است او. دلیر کاربر دیگر نوشته است که در پنجکند هر وقت خواستند برق را خاموش می‌کنند. برخی ساکنان از آن نگرانی نمودند که قطع نیروی برق به کار و تجارتشان تاثیر می‌گذارد، ولی افراد در پاسخ به این نگرانی‌ها گفتند شکرانه کنید که در تنجی و آرامی به سر می‌برید. مسئولان برق تاجیک مشکل را به کمبود آب و افزایش اهالی ربط داده از ساکنان خواستند به زمستان آمادگی همه‌جانبه بینند و در تیرماه زمستان نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده کنند. تامین اهالی با برق از مشکلی‌هایی است که در بیشتر از 30 سال اخیر با وجود بنیاد بعضی نیروگاه‌ها تا حال حل خود را نیافته است. در روسیه از اول سال جاری بیشتر از 43,000 پتنت یا اجازتنامه کاری مهاجران مهنتی را بکار کردند که نسبت به سال گذشته 3 مرتبه بیشتر بوده است. در این باره ایرینا والک، نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه، در تلگرام خود خبر داده است. به قول او پتنت آنهای بکار شده است که مقامات کارهای داخلی روسیه را سر وقت درباره گرفتن اجازتنامه کار آگاه نکردند. بر اساس قانونگذاری روسیه، شهروندان خارجی در دوام 2 ماه بعد از دریافت پتنت وظیفه دارند مقامات کارهای داخلی این کشور را درباره اجرای فعالیت مهنتی خود آگاه نمایند. در عکس حال این معنای آن را دارد که کارگر خارجی زمینه حقوقی حضور و کار در روسیه را از دست داده است. بعد از حمله به تالار کنسرتی کراک سیتی هال مسکو در روسیه فشار بالای مهاجران بیشتر شده، مهاجران مهنتی بارها از مشکلی دریافت پتنت شکایت کردند. در ناحیه خراسان ولایت ختلان ساکنان از دود غلیظ خمدان‌های آهک‌پزی شکایت نموده از مقامات طلب دارند که برای حل این مشکل رسیدگی نمایند. مقامات وعده دادند که برای برطرف کردن این کمبود که به وضع سلامتی ساکنان ضرر می‌رساند چاره‌اندیشی خواهند کرد. تفصیلات در گزارش همکارمون محمد وفا رضازاده. این دود غلیظ که فضای دهه را فرا گرفته است، دود خمدان‌های آهک‌پزی در جماعت بستان قلعه ناحیه خراسان است. ساکنان دهه‌های اطراف که از این دود رنج می‌برند، بارها با مقامات شکایت کردند، اما حاضر نیستند در نزد دوربین صحبت کنند. یکی از آنها گفت که همسرش بیماری فشار بلندی و قند دارد و وقتی که خمدان‌ها را روشن می‌کنند او با مشکلی نفس می‌کشد. این خمدان‌ها سال‌هاست فعالند، اما مقامات به تازگی شکایت مردم را شنیده اظهار داشتند که آنها در فکر حفظ سلامتی ساکنان اطراف خمدان‌ها میباشند. مسئله خمدان‌ها که ما کمیته زمین در یک جایگی باید کردیم برای کوچاندن همون دهه با دیگه موضوع ما قرار پیشنهاد کردیم محترم رئیس که در این کار در بررسی است و در جایگی با کمیته زمین. مقامات ناحیه خراسان گفتند که به اداره زمین پیشنهاد کردند تا خمدان‌های آهک‌پزی را از محله‌های اهالی نشین به منطقه‌های دیگر منتقل کنند. در جماعت قزلقلعه ناحیه خراسان 3 کارگاه آهک‌پزی وجود دارد که با شیوه قدیمه با استفاده رزین و مازوت آهک می‌پزند. اما ساکنان از دود غلیظ آنها پیوسته شکایت می‌کنند. طبق اطلاع اداره حفظ محیط زیست ناحیه خراسان، 3 شرکت که حدود 10 خمدان آهک‌پزی دارند،
بارها برای افلاس کردن هوا و محیط از سوی مقامات جریمه شدند ولی کارشان را ادامه می‌دهند. اخیراً از سوی دادستانی ناحیه خراسان و کمیته حفظ محیط زیست 3 شرکت برای افلاس کردن هوا به مبلغ حدود 18,000 سامانی جریمه شدند. اما معلوم نیست که خمدانها کی به جای دیگر کوچانیده می شوند. رهبران شرکت‌های آهک‌پزی بارها جریمه شدند ولی در مورد سلامتی ساکنان اطراف کسی صحبت نمی کند. معلوم نیست که آیا ساکنان برای نفس کشیدن هوای افلاس جبران پولی می گیرند یا نه. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. المپیادای 45 جهانی شامات که از 11 تا 22 سپتامبر در شهر بوداپشت مجارستان دایر گردید، نتیجه گیری شد. دسته مردان تاجیکستان در 11 بازی با 12 امتیاز در بین 188 دسته مقام 63 را کسب کردند. در مسابقه مردان دسته هندوستان با 21 امتیاز مقام اول را صاحب شده، دسته های ایالات متحده آمریکا و ازبکستان با 17 امتیاز متناسباً جایهای دوم و سوم را از آن خود کردند. دسته زنانه تاجیکستان در 11 بازی با 12 امتیاز در بین 169 دسته مقام 70 را اشغال کرد. در مسابقه زنان نیز دسته های هندوستان با 19 امتیاز پیروز گردید. با عنوان شطرنج‌باز قزاقستان با 18 امتیاز در جای دوم، تیم ایالات متحده آمریکا با 17 امتیاز در جای سوم قرار گرفتند. المپیادای 45 جهانی شامات در بوداپشت با اشتراک بیش از 350 دسته زنانه و مردانه قریب از 200 کشور 12 روز ادامه کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 23 سپتامبر خواهان چاره‌های قطعی آمریکا برای نزدیکتر کردن پایان جنگ تجاوزگرانه روسیه به ضد کشورش شد. اظهارات او در حال صدا داد که در ادامه حمله‌های هوایی روسیه تعداد بیشتری غیرنظامیان در اوکراین کشته و زخمی شده، زیربنیادهای مهم آسیب دیدند. رئیس جمهوری اوکراین برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ایالات متحده آمریکا است. وی روز 25 سپتامبر سخنرانی خواهد کرد. زلنسکی تا کنون با گروهی از وکیلان کنگره صحبت کرده از آنچه پشتیبانی پیوسته آمریکا از کیف خواند ابراز سپاس نمود. وی به نقش مهم آمریکا برای محافظت از آزادی اوکراین نیز تاکید کرد. ایالات متحده پشتیبانی اصلی اوکراین و همپیمانهای غربی آن به کیف کمک‌های چند میلیارد دلاری رسانده، همزمان به ضد روسیه تحریم‌ها جاری کردند. بخش یک روزی تاریخ را همکارانمان آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 25 سپتامبر فرا می‌گیرد. 25 سپتامبر سال 1789 конгресси амрико феҳристе аз лоиҳаҳои қонуни конститутсионӣ дар бораи ҳуқуқи инсонро пешниҳод кард ва 2 сол баъдаш 10 лоиҳа ба қонуни асосии ин кишвар ворид гардид. ин 10 тағйири конститутсионӣ ки барои ташаккули баъдии як кишвари ҳуқуқбунёд ва ҳомии ҳуқуқи шаҳрвандонаш мусоидат карда то имрӯз бетағйир мемонад, аз ҷумла озодии баён, додгоҳҳои одилона, ҳимояти ҳуқуқи гумонбаршудаи ҷиноят ва дигар ҳуқуқро барои шаҳрвандон ва сокинони иёлоти муттаҳидаи амрико фароҳам мекунад. 25 сентябри соли 1935 бо як қарори ҳукумати иттиҳоди шӯравӣ ки иқтисоди дастурии нақшавиро ҷорӣ карда буд, нархи нон ва чанд навъи хӯроквории асосие мисли орду гандум, маҳсулоти макаронию биринҷ ва ғайра поин оварда шуд. нархи нон дар ҳама фурӯшгоҳҳои паҳнои шӯравӣ ки сиёсати воҳид ва ягонаи давлатии нархгузорӣ ба хӯрокҳои стратегиро пеш мебурд, то 54% кам карда шуд. 25 сентябри соли 2020 дар Лаҳистон ё Полша як созмони дифоъ аз ҳуқуқи инсон таъсис ёфт ки ба номи вакили зиндонии тоҷик Бузургмеҳр Ёров гузошта шуд. муассиси он Ҷамшед Ёров гуфт созмони ба номи бародараш ба масъалаи маҳбусони сиёсӣ расидагӣ хоҳад кард. Бузургмеҳр Ёров соли 2015 баъди изҳори омодагиаш ба ҳимояти ҳуқуқи аъзои боздоштшудаи ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ зиндонӣ шуд. бо вуҷуди ин ки ӯ ҳамаи айбномаҳоро бо далелҳо рад кард, додгоҳ ӯро аввал ба 28 ва сипас ба 10 соли иловагии зиндон маҳкум намуд. субҳи имрӯз дар бонкҳои тоҷикистон 1000 рубли русӣ 114 сомонӣ ва 100 доллари амрикоӣ 1060-1065 сомонӣ арзиш доранд. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст.
бинандагони азиз, муҳлати ҷудошуда барои барномаи навид ба анҷом расид. Хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои Озодӣ бо нишони озоди.org ва озоди моби пайдо кунед. Худо нигаҳдоратон.